سلام آقا، بادمجون دلمه‌ای داری؟ سلام خواهرم، انتهای سالن دست چپ. ممنون. سلام آقا. جون انار سابه است. بازم این پلشته که بیا اینجا ببینم. جونم داداش. جلل خالق، بازم تویی که بیا اینجا ببینم. مگه خودت ناموست نمیاد میوه فروشی میوه بخرن؟ من اصلا خواهر مادرم میوه نمیخرن، اگرم بخریم از داروخونه میخریم. من به خاطر تو شغلمو عوض کردم، از سوپرمارکتی اومدم میوه فروشی زدم. باز تو میای اینجا به دخترای محل تیکه میندازی؟ به منم ربطی نداره از کجا میخری، فقط برو گم شو دیگه نبینمت. گم شو بابا. بی زحمت این دوتا کدو ما رو، این دوتا خیار ما رو هم حساب کن. خواهر گلم بفرما، اینم بدون تو جامعه‌ای که مردا چششون تو زانوشونه یه خورده حواست به رفتار و پوشش اجتماعی باشه. شما هم سعی کن کمتر بیای بادمجون دلمه‌ای بخری. چشم، خیلی تاثیرگذار بود. خب کو بادمجون دلمه‌ای کو؟ بادمجون دلمه‌ای گفت بعد رفت کدو و خیار خرید. به قرآن اگه اینا بدونن بادمجون دلمه‌ای گرده، وگرنه اصلا جاش تو این ویدیو نبود. بعد اون هویجه رو چیکار کرد؟ اون مرده اومد یه هویج برداشت رفت. محض همینجوری. بعد مردا چششون تو زانوشونه. نه دوستان، احساس میکنم دیگه مشکل از شعور من. مگه میشه هم ویدیو بسازم، ویدیو ویو بگیره فلان بکنه اینا، و فقط من نفهمم بیشوره این وسط منم دیگه. ما فکر میکنیم اینا بیشورن، بیشور منم. نمیشه. من قبلا فکر میکردم مشکل اینا باشه، الان متوجهم که مشکلم منه. اونی که این وسط نمیفهمه منم. اینا خیلی خوب میفهمن. مگه میشه؟ زبونم قاصر شد اصلا.